مسئله دوم حکم صوم رمضان و دلیل ذلك، حکم روزه رمضان و دلیل آن. الله سبحانه و تعالی روزه ماه رمضان را فرض گردانیده است و این روزه را یکی از رکنها یکی ارکان اسلام هم قرار داده است. و دلیل آن که روزه ماه رمضان بر دوش مؤمنان فرض قرار گرفته است قول الله سبحانه و تعالی است که می‌فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما روزه ماه رمضان فرض قرار داده شد، چگونه ای که بر کسانی که پیش از شما بودند بر آنها نیز این روزه فرض قرار داده شده بود، تا اینکه شما از جمله بندگان پرهیزگار و با تقوا قرار بگیرید. سوره بقره آیه 183. و نیز الله سبحانه و تعالی می‌فرماید: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ماه رمضان است که در آن ماه، در ماه رمضان قرآن نازل شد، فرود آمد، رهنما برای مردم و دلیل‌های روشنی هدایت و فرق کننده بین حق و باطل است. و هر کی از شما این ماه مبارک را، ماه رمضان را دریافت، باید روزه بدارد، باید روزه بگیرد. سوره بقره آیه 185. و همچنین از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفتند پیامبر الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: بنی الاسلام علی خمس، اسلام بر 5 چیز بنا شده است: شهادت ان لا اله الا الله، شهادت بر لا اله الا الله و اینکه محمد رسول الله است، و بر پای داشتن نماز و دادن زکات و روزه ماه رمضان را روزه داشتن و حج خانه الله را حج کردن اگر توانایی آن را داشته باشد. روایت بخاری تحت رقم 8 و مسلم تحت رقم 16. و همچنین از طلحه ابن عبیدالله روایت است که یکی از اعرابی بادیه نشین نزد پیامبر الله صلی الله علیه و سلم آمد در حالی که مویهایش پریشان بود و گفت: ای رسول الله، به من بگو که الله بر من از روزه چی فرض گردانیده است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: شهر رمضان، ماه رمضان. و آن اعرابی گفت: آیا غیر از رمضان بر من چیز دیگری فرض هست؟ فرمودند: لا الا ان تطوع شیئا، نه چیز دیگری نیست مگر اینکه اختیاراً چیز دیگری روزه بداری. روایت بخاری تحت رقم 46 و مسلم تحت رقم 11. امت بر فرض بودن روزه ماه رمضان بر آنکه یکی از رکنهای اسلام است اتفاق دارند و روزه داشتن ماه شریف رمضان این از دین است، از ضروریات دین است و معلوم در دین به ضرورت است. و هر کی اگر روزه را انکار کند کافر میگردد و مرتد میشود و از اسلام خارج میگردد با اتفاق علماها. پس فرض بودن روزه با قرآن و سنت و اجماع، یعنی اتفاق امت عالمان ثابت شده است و همه مسلمانان بر کفر کسی که روزه را انکار میکند اتفاق دارند. بارک الله فیکم.